خب دوستان وقتی که دست نداره صندلی ما و جای برای دست گذاشتن پادشاهان یا ملکه ها نداره، پس نباید به هدف روبرو نگاه کنیم و این کار به هدف روبرو ربطی نداره. خب در این موارد به اطراف خود سنگ یا در بیشتر موارد خدمتتون عرض کنم زیر خود سنگ یک قبر مهم باستانی که مربوط به که همونطور که گفتم پادشاه، سردار جنگی یا ملکه فرمان روا هست اشاره داره و هیچ ربطی به روبرو نداره. پس وقتی دسته داریم نگاه به روبرو میکنیم، یا اگر علامتی در پشت سنگ صندلی داریم در اون موارد بازم تفسیر فرق میکنه و باید کارهای کاوش خودش رو انجام بدیم. خب وقتی دسته نداریم همونطور که گفتن در اطراف خود سنگ را بررسی میکنیم. ما اینجا را از قبل بررسی کردیم دوستان و فلزیاب ما همین نقطه زیر صندلی که خدمتتون عرض کرده بودم به ما نشون داده و الان تیم و کادر کارشناسی ما و کاوش ما در حال کار و انجام این کار دوستان. در عمق‌های کمتر از 4 متر میتونیم این بارها رو در بیاریم. همونطور که گفتم دوستان الان ما رسیدیم به یک عمق 2.5. چند متر الان؟ 2.5 است؟ نه 2.20 است و انشالله تا کمتر از 4 متر باید به بار برسیم و عمق زیادی در این کارها نباید داشته باشیم. سنگ رو باید بدیم بالا رمضان. سنگ هره؟ اون تنها از 3 طرفش به چرخون بنده بیشتر آزاد کو عزیزم. یا کافی میشه باشه. اگه نمیاد بالا سعی کن بزنیمش کنار، حداقل از سر راه برداریمش. میتونی؟ آره سب کنم. باید خوردش کنیم بدیمش بالا. میذاریمش کنار. فلزیاب استفاده کن ببین تا کجا رسیدیم. اول از فلزیاب استفاده کن ببین کجای کاریم فعلا. روشن کن. خب پس زیر سنگ احتمالا چیزی. سر کدوم که میکرد خاموش کردی؟ سر کدوم نگاه کنم. یواش استخون. خب دوستان در این مرحله رسیدیم به استخون. خب پس قبرمون رو پیدا کردیم و کوزه شکسته. کوزه استخونه معلوم نیست. به استخون رسیدیم و همین نشون میده که ما یک قبر مربوط به سنگ نشمینگاه پیدا کردیم اما متاسفانه در اطرافش که چیزی نیست. در اینجور موارد نیم متر دیگه پایین تر بریم احتمالا چیزی باشه، اگه نبود دیگه کار یک قبور خالی هستش و امیدوارم که این گونه نباشه. صحرا
کامران کنم اینم از مرحله آهک، خاک آهکی که یکی از مراحل خاک دستریز بر روی تدفین بود و حتما لازم کار بود خاک آهکی برای سنگینی و ریزش نکردن یک قبر استفاده می‌کردن که کار خیلی مهمی بود. اینجا رو نگاه. خدایا کوزه است؟ چیه؟ نمیدونم، فکر نکنم، انگار مجسمه چیزی باشه. با دست نکن. یه حیوونه. اوه مجسمه هست. آره ادامه داره هنوز. زیبا داخلی. یه بانوه ملکه از فکر کنم. آره. خب دوستان، همونطور که گفته بودیم سنگ صندلی و حتی نشمینگاه شاید تفسیرشون با هم تغییر و فرق کنه، اما فقط به 3 نکته مهم و اساسی ربط داره. یکی قبر ملکه فرمانروا، اونم اگه سردار جنگی باشه، یکی خود فرمانروا شاه، همون شاه میشه، و یکی هم سردارهای مرد جنگی. در این 3 مورد ما میتونیم به دنبال دفینه های سنگ صندلی و نشمینگاه بگردیم.
خب دوستان اینم از کار و تفسیر کار امروزمون. امیدوارم که خوشحال شده باشید و این ویدیو به دردتون خورده باشه. تا ویدیوهای بعدی خدا یار و یاورتون باشه.